پیغمبر علیه السلام برای ما و شما دعا کرده، مژده داده. پس ما الحمدلله ما و شما را در غربا حساب بکنه. ولی که غربا وقتی میشیم که این کارها در زندگی خود ما انجام بدیم، در هر معامله تسلیم دین الله و دنبال طریقه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بگردیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کار انجام داده و در راهی که حرکت کردیم چون هدف بزرگ است. به هر کس میاثر نمیشه. بسیار دوستا بس اوقات یک کمی مایوس میشن، میگه والا خسته شدم. امتیازی تو ده چی است؟ امتیازی ما شما ده چی است؟ امتیاز ما تو خدایی است که مردم تو را بد بگوید، خب لیکن باز هم تو کاری خوب کرده رویستی. امتیاز تو ده است که در بین این قدر مخلوق الله تو را انتخاب کرده که دفاع از سنت کی بکو، توفیق عملی سنت رسول الله را الله برات داد در بین این قدر جوانا و این قدر مردمای خیلی صاحب مرتبه. پس این امتیاز است که الله برای تو نصیب کرده. یک کسی مرا گفت که مولوی صاحب والا بس اوقات خسته نمیشی؟ ما گفتم خستگی ما رفع میشه. چرا رفع میشه؟ ما فکر میکنیم که یا الله اینطور کسایی است که در جسم از مکه بسیار قوی هستند، تنومند هستند. خب اینطور کسایی هستند که در سرمایه از ما کده خیلی زیاد دارند. اینطور کسایی هستند که در صورت و در جمال و در نطق و در علم و در بسیار چیزا از ما کده فراتر هستند. لیکن یا الله تو ما را انتخاب کرده برای اینمی موضوع که این سنت پیغمبر تو عملی کو، دیگه همه سختی ها چی میشه؟ سر ما آسان میشه، به خاطری که الله تو را انتخاب کرده. از این خاطر ما باید الحمدلله شکر الله را بکشیم و گوشه از عمر خود اموتور هدر تیر نکنیم. همیشه در گوشه عمر ما دعوت موجود باشه. در بیروزا ما در دستوربندی رفته بودیم در کنر، ما اونجا یک تقریر کردم، گفتم ما ضرورت به دکتر دیندار داریم، انجینر دیندار داریم، دکاندار دیندار داریم، کلینر دیندار داریم، دهقان دیندار داریم، آینگر دیندار داریم، طلا فروش دیندار داریم، دریور دیندار داریم. خود از ضمنش گفتم مولای دیندار داریم. کلکی تعجب کرده بود که مولای دیندار. یک نفر بعد از تقریر آمد گفت مولوی صاحب بسیار جالب بود. من گفتم کدام گپ؟ خیلی زیاد جالب بود. گفت جالب همین بود که ملا را گفتی که دیندار. ملای دیندار. شما ببینی امروز گپ از کجا خراب شده؟ از دکانداری، از ملا. از ملا خراب شده، از ملا خراب شده. ملای دیندار نداریم. امروز ملایی حیثیت کسب گرفته. مثل که یک نجار نجاری میکنه، امرار معاش خود میکنه. ملا صاحب ما چی میکنه؟ ملایی میکنه، امرار معاش میکنه. امامت یک وظیفه نیست که جا به جا در مقامی کی قرار گرفته باشه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم خدمت دین بکنه، غم دین قطش باشه، مصلحت دین پیشش معتبر باشه. او کدام مصلحت پیشش معتبر است؟ بگوی که 4 روز اینجا ملاییم از بین نروه. مولوی صاحب پرسان میکنی که چطور است؟ چطور است؟ اینی کار چی نیست؟ ولا سنت خواه است، بالکل است. خب ما نمیتونم. خب چرا نمیتونی مولا صاحب؟ ولا باز ما را میکشه. خب معلوم شد که پیش تو دین اهمیت نداره، مصلحت دین پیش تو اعتبار نداره، مصلحت زندگی شخصی بگوی اعتبار داره. دیده که آلی ما ملایی ما یک کسب شده، نه یک مسئولیت دینی. خب بازم الحمدلله یکی از جمله خوبی هایی که در برادرای عقیدتمند سلفیت هستن اینمی است که هر کدامش دعوتگر است. الحمدلله هر کدامش فکری از زیر داره که ما چه قسم فلانی را جور کنم. یعنی شما شکر الله را بکشید. زمانی که بیگاه خواب میکنی و در فکر یک شخصی هستی که همسایه دکانیت است و ای تو فکر میکنی که را به کدام سیستم به عقیده حق دعوت بدم، تو خبر داری که همین فکرت چی است؟ امو رقم خو میری، خو همین فکرت چیست؟ عبادت است. در غمی برادر مسلمان تیر کردی، در فکر ساختن کار برادر مسلمان تیر کردی و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. الله در کمک بنده خود است تا وقتی که بنده در کمک کی باشه؟
برادر خود باشه که کاری از او درست شود او جور شود دیگه. این گفتاری رسول الله صلی الله علیه وسلم است. اگر ما در اصلاح مردم باشیم، در صدد اصلاح مردم باشیم، در صدد ازی باشیم که مردم امی عقیده که الله برای من نصیب کرده برای از اون نصیب شود. خوش ندارم که به عقیده غلط نعوذ بالله از دنیا برم، یک برادر مسلمانم به عقیده غلط از دنیا بره. الله ما را چی میکنه؟ نصرت میکنه، کمک میکنه. چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما این گپ گفته دیگه. این کلان افتخار است. الله سبحانه و تعالی ما شما را توفیق نصیب بکنه که زندگی خدا امی قسم که الله سبحانه و تعالی عزت و شرافت به ما نصیب کرده، امی رقم عزت و شرافت در راه دعوت برای ما نصیب بکنه که ادامه بده و خاتمه ما به می عقیده و به می عمل و به می محنت باشه. الله مورد قبول خود قرار بده. الله توفیق نصیب بکنه که سخنای ما و شما دلسوزانه باشه، شفقت آمیز باشه، مخلصانه باشه که سبب هدایت دیگران شود. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.